کارگران کارخانه مشترک تاجیکستان و چین خواکسین غیور ساخت سمنت از وضع معاش خود در این کارخانه و مناسبت رهبران چینی و کارگران تهجایی شکایت کردند. به گفته کارگران تهجایی کارخانه خواکسین غیور ساخت سمنت، آنها ماهانه همگی 1200 سومانی معاش میگیرند که به زندگیشان نمیرسد. اما زمان افتتاح این کارخانه ماه مارس سال 2016 در حضور رئیس جمهور امام علی الرحمن گزارش شده بود که بیش از 90% کارگران از حساب اهالی محلی می باشد و از 1500 تا 2000 سومانی معاش می گیرند. ولی معاش حالا همگی 1200 سومانی است که فقط به پول اجاره و خوراک کارگران می رسد و آن هم به زور. ولی معاش کارگران خطایی که برابر کارگران تاجیک کار میکنند به مراتب زیادتر است. آنها از 12000 تا 30,000 سومانی معاش میگیرند. کارگران کارخانه مشترک تاجیکستان چین به سامانه اخبار گفتند به آنها وعده داده بودند که معاششان را بالا میبرند، ولی به این وعده تا حال وفا نکردند. بارها مراجعت کردیم. خطایی ها میگویند که معقول نباشد در را از بیرون پوش، یعنی برای رو از کار. آن خود برای یک خیل کار به کارگران خطایی 12,000 سومانی معاش دهی و به کارگران تاجیک 1200 سومانی. مگر تاجیک ها غلامند در اینجا؟ کلان شونده ها وقتی میپرسند که معاشتان چند، ما میگوییم 1200 سومانی. وعده میدهند که تا 2000 میبرداریم، ولی خپ و خاموش برآمده میروند. با کارگران خطایی هر ماه فقط برای خرج کیسه و نوستپولی 900 سومانی میدهند، یعنی برابر معاش ماهانه ما. علاوه بر این سال 2016 برای یک کارگر محلی برای یک روزه خورد و خوراک 19 سومانی جدا میشد و آن وقت نرخ 1 کیلوگرم گوشت 35 سومانی بود. حاضر باشد 12 سومانی جدا می شود، لیکن 1 کیلوگرم گوشت 60-65 سومانی را تشکیل می دهد. این کلان شونده ها کجا را نظارت می کنند؟ ما نمی فهمیم. برای تفتیش می آیند و هیچ بهبودی نمی کنند. کارخانه خواکسین غیور ساخت سمنت طرح مشترک شرکت تاجیکستانی غیور سمنت که مربوط به اکبر غلاموف پسر معاون سابق سروزیر اسدالله غلاموف است و شرکت چینی خواکسین سمنت می باشد که در یابان نیز یک کارخانه مشترک سمنت براری ساختند. کارخانه خواکسین غیور ساخت سمنت در حدود جماعت چشمساری ناحیه باباجان غفوروف در میدان 48 گکتار زمین با خرج 1 میلیارد سومانی ساخته شده است و 23 مارس سال 2016 در حضور رئیس جمهور امام علی الرحمن به استفاده داده شده بود. در این کارخانه حالا 258 شهروند تاجیکستان و حدود 300 نفر شهروند چین کار میکنند.